the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 3, Lesson 2, Part 1, page 29 and 30. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردای عزیز، خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل سوم، درس دوم، بخش اول، صفحات 29 الی 30. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردای نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم و درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. So, in the previous lesson we have studied two sections. ما و شما در درس گذشته دو بخش را آموختیم. The first section that we have studied in the previous lesson was Introduction to Unit 3. اولین بخشی را که ما و شما در درس گذشته یاد گرفتیم و آموختیم معرفی فصل سوم بود. The second and the last section that we have studied in the previous lesson was Conversation. دومین و آخرین بخشی را که ما و شما در درس گذشته خواندیم یاد گرفتیم محاوره بود. اگر باید داشته باشین، آقای حمیدی همراه جیمز که از انگلستان بود چی بود؟ مصاحبه میکردن درباره مکاتب افغانستان و انگلستان چی کردن؟ صحبت داشتن. So, in today's lesson we will study just one section. So, ما شما در درس امروز صرف یک بخش را میخوانیم و یاد میگیریم. او بخش as grammar. او بخش دستور زبان است. خب شاگردای عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما داخل میبینم قلم، پنسل، کتابچهتان آماده. بیاین که درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Grammar، دستور زبان. میبینیم چی گفته شده. Study the following sentences and observe how comparative adjectives are used. دقت کنین شاگردای عزیز، گفته شده که با جملات ذیل ببینین، بخوانین و متوجه شوین که comparative adjective یا صفات مقایسه‌ای چگونه استفاده شده. خب من میخوانم، شما دقت کنین و ببینین که صفات مقایسه‌ای چگونه استفاده شده. First sentence، جمله اول. In secondary schools, Afghan students have to study more subjects than British students. ببینین شاگرد عزیز چی گفته؟ گفته شده که در مکاتب متوسطه یا در دوره متوسطه شاگردای افغان چی میکنن؟ باید مضامین بیشتر را بخوانن نسبت به شاگردایی که در انگلستان درس میخوانن. یعنی افغان ها زیاد مضامینشون چی است؟ زیاد است، زیاد درس میخوانن و شاگردایی که در انگلستان هستن اونا کمتر. چی کردن شاگردای عزیز؟ مقایسه کردن. جمله دوم. British students have more time than Afghan students. خب دقت کنین، گفته شده که شاگردانی که در انگلستان درس میخوانند اینا چی است شاگردای عزیز؟ اینا وقتشان یا وقت مکتبشان نسبت به شاگردای افغان زیادتر است. ببینین مقایسه کردن. جمله سوم. There are fewer schools in Afghanistan than British. ببینین گفته شده که در افغانستان مکاتب کمتر است نسبت به کجا؟ انگلستان. هدفش از مکاتب شاگردای عزیز اما دوره های آموزشی است. یعنی ما شما 3 دوره آموزشی داریم، اونا 1 دوره 2 دوره هم کم بیش دارن. درست؟ مثلا ما شما داریم دوره ابتدایی، دوره متوسطه، دوره لیسه. درست؟ جمله بعدی. The Britain school day seems longer than Afghan school day. خب روز درسی شاگردان در انگلستان نسبت به روز درسی شاگردان در افغانستان چی است؟ زیادتر است، طولانی تر است. یعنی اونا زیاد درس میخوانن، وقت مکتبشون طولانی است. شاگردایی که در افغانستان درس میخوانن وقت مکتبشون کم است. و
جمله آخر. Students in Afghanistan have less time in class than students in Britain. بازم همو جمله قبلی تکرار شده با عبارات دیگر. دقت کنین گفته شده که شاگردایی که در افغانستان درس میخوانند صنف درسیشان وقتش کمتر است نسبت به صنف درسی شاگردایی که در انگلستان درس میخوانند. خب شاگردای عزیز، ای بود بخش دستور زبان. بریم به اکتیویتی بی. چی گفته شده؟ Now look at these two schools. Compare them. Use the adjectives in the box. دقت کنین شاگردای عزیز بر تصویر. در تصویر ببینین دو تصویر است، درست؟ البته یک تصویر است. چی است؟ دو مکتب. گفته شده که چی کنین اینا را؟ Compare. مقایسه کنین شاگردای عزیز. خب چگونه مقایسه کنین؟ Use the adjectives in the box. از صفت‌هایی که در امی باکس وجود داره استفاده کنین. خب یک بار به طرف تصویر ببینین شاگردای عزیز. یک مکتب ببینین که بسیار شاگردایش در صحن اولی هر طرف میدوند. یک مکتب دیگر هم میبینین که شاگردایش بسیار منظم در فایل استاد هستند. خب همین رقم میبینین که این مکتب یک منزل است، این مکتب دیگر 2 منزل است، درست؟ خب گفته شده که مقایسه کنین. بیاین که مقایسه کنیم این دو مکتب را. خب یک جمله جور میکنیم، میگیم که A school in the left picture is older than the school in the right picture. مکتب که در تصویر دست چپ است، درست؟ مکتب تصویر دست چپ چی است؟ قدیمی تر است، کهنه تر است نسبت به مکتب که چی است؟ به طرف دست راست قرار داره یا در تصویر دست راست قرار داره. خب یک جمله دیگه هم مقایسه کنیم. میگیم که A school in the left picture is smaller than the school in the right picture. دقت کنین. مکتب که در تصویر دست چپ قرار داره ببینین کوچکتر است نسبت به مکتب که در تصویر دست راست قرار داره. یعنی این مکتب ببینین کوچک است، این دیگه چی است؟ یکم بزرگتر است. خب بعدیش میبینیم مقایسه میکنیم، میگیم که The school in the left picture is noisier than the school in the right picture. شاگردای عزیز ببینین وقتی شما با طرف تصویر ببینین شاگردای عزیز تصویر دست چپ یا مکتب دست چپ همین شاگردایش ببینین یک ذره شوخ معلوم میشه، درست؟ سر صدا میکنن. اما تصویر دست راست که ببینین مکتب که در تصویر قرار داره به طرف راست شاگردایش منظم در فایل استاد شدن. خب میگیم که تصویری که در دست چپ قرار داره یا مکتب که در طرف چپ قرار داره شاگردایش چی هستن؟ پر سر و صداتر هستن، غال مغالی تر هستن نسبت به مکتب که در تصویر دست راست قرار داره یا در تصویر به طرف راست قرار داره. خب یک جمله دیگه مقایسه کنیم شاگردای عزیز. میتونیم بگیم که A school in the right picture is higher than the school in the left picture. ببینین میگیم که مکتب که به طرف راست تصویر قرار داره چی است؟ higher، بلندتر است. یعنی یک منزل است و این مکتب که به طرف دست راست قرار داره 2 منزل است. مکتب که به طرف دست راست قرار داره به طرف تصویر نگاه کنین میبینین شما چی است؟ بلندتر است نسبت به مکتب که به طرف دست چپ قرار داره. خب شاگردای عزیز ما 4 جمله نوشته کردم، مقایسه کردم. شما هم این رقم میتونین که به طرف تصویر دیده مقایسه کنین. خب پیش میریم. The present زمان چی است شاگردای عزیز؟ Present حال ساده. Do you remember this timeline؟ شاگردای عزیز آیا این جدول زمانی رو شما به یاد دارین؟ ببینین. We use simple present when an action happens regularly. شاگردای عزیز اگر به یاد داشته باشین ما تعریف کرده بودیم زمان حال ساده را گفته بودیم که عمل را نشان میده که چگونه انجام شود. عمل را نشان میده که به شکل regularly یا منظم تکرار شود یا انجام داده شود. بازم امو تعریف است. خب read the following sentences. جملات ذیل را بخوانید. یا این که بخوانیم I go to primary school. ما به مکتب ابتدایی میرم. این چی است شاگردای عزیز؟ regularly.
به شکل دوامدار انجام میشه. We attend intermediate school. درست؟ ما به مکتب چی میریم؟ به مکتب intermediate یا مکتب متوسطه. جمله سوم They attend secondary school. بازم چی است شاگرد عزیز؟ جمله است که روزانه انجام میشه و regularly. جمله چهارم The headmaster introduces the new teachers. بازم تحت کدام زمان؟ تحت زمان present simple. جمله پنجم She attends university. او دختر به کجا میره؟ به دانشگاه میره. همه روزه به شکل چی است؟ regularly. جمله بعدی The bus goes to city center. یک میلی بس هست میره به کجا؟ به city center یا به مرکز شهر میره. کارش از همیشه وقت میره. جمله بعدی She offers 5 times prayer regularly. او دختر 5 وقت نماز میخوانه به طور منظم. جمله بعدی Lions live in jungle. شیرها در جنگل زندگی میکنن. خب پیش بریم. اکتیویتی بعدی Do you remember how to ask questions? Read these sentences. شاگرد عزیز آیا به یاد دارین که چگونه باید ما شما سوال میکردیم؟ گفته شده که کلمات ذیل را بخوانید. جمله اول Do you start your work at 9 am? آیا شما 9 صبح کارشتان را آغاز میکنید؟ جمله بعدی Do they come to class early? آیا آنها همیشه وقت در صنف سر وقت میآیند؟ جمله بعدی Do we prepare the program properly? جمله بعدی Does he speak well in the program? جمله بعدی Does she participate in the program? و آخرین جمله Does the bus come on time? آیا میلی بس سر وقت میآید؟ سوال شده. خب پیش میریم. اکتیویتی بعدی Change the following sentences to questions. سوالات ذیل را به چی تبدیل کنین؟ به سوالیه. ببینین بیاین که کار کنیم. We live in suburb. ما در حومه شهر یا در اطراف شهر زندگی میکنیم. خب ایره به سوالیه تبدیل میکنیم میگیم Do we live in suburb? آیا ما در اطراف شهر زندگی میکنیم؟ جمله بعدی He comes to class early. او بچه سر وقت به صنف میآید. با سوالیه تبدیل میکنیم میگیم Does he come to class early? آیا او بچه سر وقت صنف میآید؟ جمله سوم You record the program for let's know. شما ضبط میکنین پروگرام چی را؟ پروگرام بیایید که بدانیم را. Do you record the program for let's know? آیا شما برنامه ضبط میکنید برای چی؟ برنامه کدام برنامه را؟ برنامه بیایید بدانیم را. جمله بعدی She attends to secondary school. درست؟ با سوالیه تبدیل میکنیم Does she attend to secondary school? آیا دختر به مکتب متوسطه میره؟ درست؟ خب شاگرد عزیز 4 دانه شما انجام دادم 2 دانه دیگهش میمونه. شما میتونین که چی کنین؟ همین رقم به سوالیه تبدیل کنین. خب بریم درس امروز خود جمع کنیم. اما قبل از جمع بندی درس شاگرد عزیز کس اگر سوال داره میتونین که آزادانه بپرسین. سوال بچه‌ها؟ یاسر بفرما سوال داری؟ استاد جمله ششم رو چگونه به سوالیه تبدیل کنیم؟ بسیار خوب. یاسر میگه که استاد امی جمله ششم چه رقم به سوالیه تبدیل کنیم؟ یاسر عزیز متوجه باش. They want to join the conference. آنها میخواین که به کنفرانس یا به ملاقات بپیوندن یا بیاین شرکت کنن. درست؟ چی میکنیم؟ میبینیم که they هست. درست؟ از دو استفاده میکنیم. دو را سر جمله میاریم میگیم که Do they want to join the conference? آیا آنها میخواین که به کنفرانس یا در ملاقات شرکت کنند بپیوندن؟ این رقم ما شما میتونیم که چی کنیم؟ به سوالیه تبدیل کنیم. خب بریم شاگرد عزیز درس امروز خود یک جمع بندی کنیم. ما شما در درس امروز صرف یک بخش را خواندیم و او بخش دستور زبان بود. میریم به طرف کارهای خانگی. قلم کتابچه‌تون آماده؟ نوشته کنین homework کارخانگی. Write 5 examples for simple present tense. Write 5 examples for simple present tense. خوابت میبره؟ بخیز دیگه بیدار شو. Write 5 examples for simple present tense.
5 مثال شاگرد عزیز به زمان حال ساده نوشته میکنین، درست؟ خب شاگرد عزیز، این بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که یاد گرفته باشین، کارهای خانگیتان انجام بتین، درسایتان هم بخوانین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و به نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.